چشماش قرمز بود، رژ لبش پخش شده بود، موهاش گره خورده و عجیب شده بود، صورتش مثل اسکلت بود. اگه یه روز دیدی یه زن توی کوچه تاریک تنها داره میرقصه، فرار کن. زندگی من توی سیبری خوب بود، یا بهتر بگم بد نبود. من یه شغل داشتم، یه خونه داشتم و یه خانواده که باید ازشون حمایت میکردم. شغل سختی داشتم، مهندس مکانیک بودم و توی شرکت کار میکردم. بیشتر اوقاتم شبا دیر به خونه میرفتم که خب قطعاً با ماشین برمیگشتم. تو محلمون شایعاتی میچرخید که مردم میگفتن یه زن رقاص توی خیابونا دیدن که به مردم حمله میکنه. خب منم یه همسر خونه‌دار و 2 بچه داشتم که با همسایه ها زیاد در ارتباط بودن. بنابراین این شایعات به خونه ما هم رسیده بود. خیلی وقتا سر میز شام راجع به این موضوع بحث میشد و همسرم ماری همیشه بهم میگفت که خیلی مواظب باشم. اما بذاریم بهتون بگم که من آدمی بودم که به علم اعتقاد داشتم. اصلا به این شایعات توجه نمی کردم. آخه یعنی چی؟ یه زن رقاص خطرناک؟ این موضوع به نظر من فقط در حد یه شایعه یا یه افسانه بین مردم بود. حتی بعضی از بچه‌ها برای هالووین لباس این زن رقاص رو می پوشیدن. من همیشه به اینجور داستانا به عنوان یه سرگرمی برای مردم نگاه می کردم، نه چیزی بیشتر. علاوه بر این شغلم اونقدر سخت بود که وقت نداشتم به این داستانا فکر کنم. همسایم اسمش باب بود. بابم توی شرکت ما کار میکرد، پس بیشتر وقتا ساعت کاریمون شبیه به هم بود. همسر باب با ماری دوست بود و 2 دختر داشت که با بچه‌های من تو مدرسه درس میخوندن. یه شب زودتر از همیشه به خونه برگشتم، ولی باب باید یه مقدار بیشتر میموند به خاطر حل یه سری مشکلات. اون شب حدود ساعت 2 نصف شب صدای جیغ بلندی شنیدیم. وقتی بیرون رفتیم دیدیم باب توی خیابون افتاده. یه چاقو توی بازوش بود و خون ریزی میکرد. بین بیهوشی و هوشیاری میرفت و میومد. وقتی داشتیم باب رو با کمک همسرش به بیمارستان میبردیم، باب غش کرده بود. محلمون خیلی امن بود، پس هیچ ایده‌ای نداشتم که کی ممکنه به باب حمله کرده باشه. روز بعد که باب به هوش اومد، اولین سوالی که ازش پرسیدیم این بود که کی بهت حمله کرد؟ باب با صدای ضعیفی گفت زن رقاص. ما میدیدیم که این حمله خیلی باب رو ترسونده بود و معلوم بود که به زمان برای بهبودی احتیاج داشت. اما من اصلاً به حرفای باب اعتقاد نداشتم. من مطمئن بودم که زن رقاص هیچی جز یه افسانه شهری نیست، یه داستان ساختگی. فکر میکردم شاید یه خلافکار از فرصت استفاده کرده و وقتی باب داشت دیر برمیگشت خونه هش حمله کرده که پول بگیره. ولی باب خیلی پافشاری میکرد که اون زن رقاص بود. باب برعکس من با ماشین به محل کار نمیرفت، با اتوبوس میرفت که اون رو چند بلوک اونورتر از محل پیاده میکرد. معمولاً باقی راهو پیاده میومد، چه روز بود چه شب. ما فقط دعا میکردیم که باب زودتر خوب بشه و دوباره به کارش برگرده. اما همسرم کاملا مطمئن بود که زن رقاص به باب حمله کرده و نگران بود که همون اتفاق برای منم بیفته. من بهش اطمینان دادم که با ماشین خودم میرم، پس هیچ کس نمیتونه حین رفتن به محل کار بهم حمله کنه. روزها گذشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. نه خبری از زن رقاص بود، نه حمله‌ای. بابم دوباره به کارش برگشت. اما حالا باب به جای اینکه با اتوبوس بره با ماشین خودش میرفت، چون از اون حادثه خیلی ترسیده بود. من از طرف دیگه میدونستم که زن رقاص یه افسانه بیشتر نیست. میگن آدمایی که تسخیر میشن کارای عجیب و غریبی میکنن. دیوارا رو بالا میرن، قدرت فوق‌العاده پیدا میکنن، زبونایی که هیچ وقت یاد نگرفتن و صحبت میکنن و به مردم حمله میکنن. من هیچ وقت به این چیزا اعتقاد نداشتم. همیشه فکر میکردم اینا یه سری مشکلات روانی هن، نه بیشتر. اون روز وقتی یکی از دستگاه‌ها خراب شد مجبور شدم بمونم و تعمیرش کنم تا دوباره راه بیفته. میدونستم که دیگه دیر به خونه میرسم و یعنی خانوادم خوابیدن. ماشینم از پارکینگ شرکت بیرون آوردم و به سمت خونه راه افتادم. حدود ساعت 1 بامداد بود که فقط چند بلوک با محلمون فاصله داشتم که ماشینم خراب شد. یکی از لاستیکای عقب پنچر شد و من لاستیک یدکی نداشتم. پس تصمیم گرفتم ماشین رو قفل کنم و بذارم شب رو توی خیابون بمونه. فرداش میرفتم لاستیکش رو عوض میکردم. همونطور که گفتم محل ما امن بود. هیچکس به ماشین من دست نمیزد.
من 2 بلوک با خونه فاصله داشتم که از دور یه نفر رو دیدم که ایستاده و یه پالتوی سیاه بلند پوشیده بود. راستش هوا برای همچین پالتوی زیادی گرم بود، ولی خب نمیخواستم قضاوت کنم. وقتی نزدیکتر شدم دیدم که اون فرد تکون نمیخوره و متوجه شدم که یه زن بود. معمولاً شبا من به غریبه ها توجه نمی کنم، اما وقتی دیدم زنه نگران شدم. شاید مشکلی داشت، شاید به کمک نیاز داشت. وقتی به طرف زن میرفتم همه این سوالات تو ذهنم میچرخیدن. بعد به طور عجیب و غریبی دستا و پاهاشو زاویه دار کرد و پشت به من شروع به رقصیدن کرد. ای وای، حالا من مطمئن شدم که زن رقاص نه فقط یه افسانه شهری بلکه واقعا وجود داره. اما شاید کسی بود که میخواست مردم رو بترسونه، درسته؟ پس من یه تصمیم جسورانه و احمقانه گرفتم و رفتم به سمت زن رقاص. سلام خانم، به کمک نیاز داری؟ همین که این جمله رو گفتم زن برگشت و من وحشتناکترین چهره رو دیدم. چشماش قرمز بود، رژ لبش پخش شده بود، موهاش گره خورده و عجیب شده بود، صورتش مثل اسکلت بود. اون لحظه فهمیدم که تو درد سر بزرگی افتادم و اگه سری کاری نمی کردم ممکن بود بمیرم. چون یه چاقو توی دستش دیدم و شروع کرد به دویدن دنبالم. من چمدون رو وسط خیابون انداختم و فرار کردم. اون خیلی سریع بود و به دنبالم میدوید. صداهای عجیب و غریبی میداد، مثل صدای یه آدم تسخیر شده. به زور به خونم رسیدم، ولی قبل از اینکه وارد بشم چاقو رو توی کمرم فرو کرد. داد زدم و افتادم روی ایوون. چند دقیقه بعد همه همسایه ها بیرون اومدن و کمکم کردن. دیگه هیچ وقت نفهمیدم اون زن چی شد، چون بعد از حمله به من ناپدید شد. همسرم و همسایه ها منو به بیمارستان بردن و آخرین چیزی که یادمه دستان خونالود همسرم بود که اشکاشو پاک میکرد. 3 روز بعد که از کما به هوش اومدم، منم مثل باب پافشاری کردم که زن رقاص بهم حمله کرده. همون موقع میدیدم که یکی از همسایه ها به داستانم شک کرده، دقیقاً مثل من که چند ماه پیش به داستان باب شک کرده بودم. اگرچه جون سالم به در بردم، ولی فهمیدم که بهتره همیشه به حرفای مردم گوش بدی، حتی اگه داستانشون عجیب به نظر بیاد. همچنین این که باید راجع به افسانه ها ذهن بازی داشته باشی، چون بعضیاشون ممکنه واقعیت داشته باشن.